دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان از مکاتب عالی کشور است که در زمینه معیارهای بین‌المللی ساحه علم و معارف فعالیت کرده رشد دارد و سال تا سال با کامیابی‌های نظررس نائل گردیده است. از جمله سال 2024 دانشگاه با نظرداشت وضع امروزه جهانی معاصر همکاری را با دانشگاه‌های عالی خارج وسعت داده در این زمینه کارها ثمر آورند. با مقصد باز هم معرفی دانشگاه، امکانیت‌ها، شرایط تحصیل و رابطه‌های خارجی آن و شناسایی ختم کنندگان از نزدیک با این همه ریاست دانشگاه امروز روزی درهای باز را تشکیل نمود که از تمام مؤسسه‌های حدود شهر دوشنبه ختم کنندگان تشریف آورده به واسطه از شرایط بود و باش و روند تعلیم این درگاه آشنایی پیدا کردند. امروز در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تمام شرایط‌های تعلیم، تربیت، علم، رابطه بین‌المللی خیلی خوب برآورده شده است. در 7 بنای تعلیمی با تمام تجهیزات‌های تکنیکی زمانوی مجهزند. در ساحه تعلیم در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان مرکزهای اینواسیونی به مانند مرکز رشد اقتصادی سبز برآورده شده است، مرکز رابطه‌های بین‌المللی برآورده شده که با زیاده از 50 کشورهای دور و نزدیک با دانشگاه‌های با نفوذ عالم یعنی ما رابطه‌ها داریم. در اینجا تبادل اکادمی می‌شود. نگفته نماند که آموزگاران نیز در این تبادل خیلی خوب فعال کار کردند. با دولت‌های از جمله اسپانیا، پرتغال، قزاقستان، بلاروسیا و دولت‌های چین و آلمان یعنی نیز سفرهای خارجی خود را خوب برآورده. در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان عین زمان 3 فاکولته و بیش از 30 اختصاص فعالیت داشته روند تعلیم موافق به طلبات و استانداردهای بازار جهانی برآورده شده است. از آنکه دانشگاه برای آماده کردن کادرهای صاحبکاری اقتصادی به واسطه روانه گردیده است، از این رو مشغولیت‌ها با جلب متخصصان حرفه‌ای در سیمخانه‌های مجهز گذرانیده می‌شوند. یعنی امروز با نظرداشت گزارش به حکومت الکترونی و رشد اینواتسیا طلبات به کادرهای صحوی خیلی زیاد گردیده است. از این رو دانشگاه نیز در نوبت خود جهت آماده کردن متخصصان بازارگذاری جهانی تلاش می‌نماید.